The 2025 OCSL season has officially kicked off, and FC Homa is already making headlines. FC Homa Red, despite having a bye week due to the Victoria Day holiday, kept their form sharp with a commanding 6-2 victory in a friendly match against Ottawa Eagles, showing signs of strong preparation for the competitive season ahead. Meanwhile, FC Homa Black had a challenging start in their official opener against Westboro Wolves. In a match played at Pinecrest Park under tough field conditions, they suffered a heavy 6-2 defeat. The game opened fast, with Wolves striking early in the 5th minute. Despite Homa's multiple attacking chances, the first half ended 1-0 to Westboro. همین ابتدای بازی دقیقه 5 مسابقه وستبرو وولفز هستش که دروازه تیم هوما رو باز میکنه. در میانه میدان هیدر بدر رو میبره به سمت چپ. محمد دهقان 1 سانت روی دروازه است، روی سر امیررضا صدروق رد میشه. فرصت خوبی بود، پشت آن جریمه هیدر 1 ضربه، فرصت برای امیررضا صدروق دوباره. توپ آرام در اختیار دروازه‌بان وستبرو وولفز قرار میگیره. در هفته اول تیم رد استراحت داشته. حالا از جناح چپ محمدرضا دهقان تو سر توپ میزنه، میاره پشت آن جریمه هیدر بدر رو فرصت عوض میکنه. عالی برای امید جعفری، نگاه میکنه به دنبال بازیکن، ارسال، فرصت ضربه زنی و توپ در چارچوب نیستش. این فرصت هم برای هوما از دست میره. تیم هوما در این فصل با 2 تیم در این مسابقات شرکت کرده، تیم رد در دیویژن MR2 و تیم بلک در دیویژن MR4. جناح راست ممل برای شهاب صدری میاره رو به عقب. هیدر به دنبال بازیکن از راه دور چارچوب رو هدف میگیره و باز هم توپش در چارچوب نیستش. بازی رو باید بازیکنان وستبرو وولفز از جناح راست آغاز بکنن، پرتاب اوت برای اونها. فرصت‌های زیادی داشت تیم هوما در نیمه اول تا به گل دست پیدا بکنه. یک بار دیگه شوت از راه دور رو امتحان میکنن و باز هم در چارچوب نیست. وولفز از تک فرصت خودش در همون ابتدای بازی استفاده کرد و دقیقه 5 دروازه هوما رو باز کرد. همچنان 1-0 نفع هوما هستش، وولفز هستش. نتیجه بازی امیر مومنپور با پای چپ ارسال میکنه، فرصت برای حسین زین آقاجی. ببینیم چه کار میکنه با این توپ و باز هم ضربات تیم هوما در چارچوب نیستش. ارسال عالی از امیر مومنپور، فرصت برای بازیکن وستبرو وولفز از سمت چپ، یه ضربه بلاک میکنه نیما همدانی. عالی کار کرد. دوباره از جانب چپ دارن حمله دیگه ای رو طراحی میکنن. بازیکن وستبرو وولفز به داخل محوطه میزنه، تک به تک با دروازه‌بان. عالی جمع میکنه امیر دروی توپو. از جناح راست قصد طراحی حمله دارن. احمد جهانبازی دفع توپ میکنه در میانه میدان. توپ میره به جناح راست، باز هم آماده برای ارسال. ببینیم چه کار میکنن. ارسال بلند روی دروازه، اما از سمت دیگه زمین به بیرون میره. ارسال خوبی نبودش. کامیار توکلی مربی تیم بلک هستش در این فصل. جناح چپ مصطفی برای حسین زین آقاجی. احمد جهانبازی ارسال بلند، فرصت برای امیر حسین امانزاده، تو سر توپ میزنه، آماده شوت زنی. فوق‌العاده شوت زن هستش امیر حسین امانزاده، اما توپ روی پاش نمیشینه. نزدیک میشیم به پایان نیمه اول و همچنان نتیجه کار 1-0 هستش. توپ میاد برای جناح راست. امید جعفری تو سر توپ میزنه برای هیدر بدر رو. امیر مومنپور پاس تو اون برای شهاب صدری، فرصت برای شهاب. دروازه‌بان وستبرو وولفز بیرون میاد و توپو جمع میکنه و اجازه نمیده که شهاب ضربه آخرش رو بزنه.
در خط دفاعی نیما همدانی دفع میکنه توپو بلند محکم و پرقدرت و حالا اینجا داور مسابقه در سوت خودش میدن و پایان نیمه اول رو اعلام میکنه. The second half brought renewed energy, and in the 70th minute, Petar Badro delivered a superb corner from the left side, met with a powerful header from Mohamed Dagan to bring the score to 3-1. But Wolves quickly responded, exploiting Homa's defensive vulnerabilities through counterattacks. In an unusual twist, a power outage in the final minutes of the match meant that the last goals went unrecorded, leaving the final moments undocumented by TV cameras. Now, all eyes turn to next week, as FC Homa Black looks to bounce back and prove their resilience on the road to redemption. تیم رد در این هفته در یک بازی دوستانه موفق شد که با نتیجه 6-4 تیم اتاوا ایگلز رو شکست بده. این تیم استراحت داشتش. حالا بازیکنان وست بروولز فرصت پشت دفاع تیم هما و چه توپی رو جمع میکنه امیر دروی. یه لحظه توی رفت و برگشت توپ میره به پشت دفاع و فرصت فوق‌العاده‌ای بود که امیر دروی جمع میکنه توپو. بلند بازی میکنه به میانه میدان. محمد نیکو به دنبال توپ، یک لحظه میسابونه پشت دفاع، لمس توپ و توی دروازه. گل دوم رو حالا وست بروولز میزنه. باز هم پشت دفاع تیم هما رو هدف گرفتن در شرایطی که بازیکنان هما قصد داشتن که جلو بکشن. یه لحظه میبینید که با یه توپ بلند و خوب میسابونه توپو و توپ پشت دفاع تیم هما قرار میگیره و تمام میکنه مهاجم وولفز. نتیجه کار 2-0 میشه. شروع نیمه دوم هر دو گل خودشون در ابتدای دو نیمه زدن. حسین زین میبره جناح راست برای امیر مومنپور، وحید حالا جناح چپ برای محمد نیکو، فرصت برای علی اوکیه. یک ضربه از علی با نوک انگشتان دروازه‌بان وست بروولز به بیرون میره. در میانه میدان جنگ بر سر توپ. فرنام توپو یه لحظه دفع میکنه. توپ میاد به جناح راست خط دفاعی هما. فرصت برای ارسال دارن بازیکن وولز. ارسال به درون محوطه جریمه. دفع توپ رو باید اونجا انجام بدن و از کنار تیر دروازه ضربه مهاجم وست بروولز خطرناک به بیرون رفت. باز هم در میانه میدان احمد جهانبازی دفع توپ میکنه بلند برای هیدر. پشتش فرنام اوورلپ کرده از جناح دیگه. ارسال هیدر پشت محوطه جریمه. امیرحسین امانزاده جمع میکنه دروازه‌بان وست بروولز. این بار ضربه امیرحسین تو چارچوب بود اما دروازه‌بان وولز بود که توپ رو جمع کرد. حالا از جناح چپ قصد طراحی حمله دیگه ای دارن. به دنبال توپ از جناح راست نفوذ میکنن. ارسال، فرصت برای وولز و چه توپی رو نمیزنه، چه توپی رو نزد. یه نفوذ عجیب و غریب. اونجا از جناح راست رامتین جا مونده بود. در میانه میدان محمد دهقان، بازیکنان وست بروولز فرصت دارن درون محوطه جریمه. یک ضربه نیما همدانی کاور میکنه. دوباره امیر دروی جمع میکنه با چنگ و دندون دفع میکنه. مدافعین هما باید فشار بیشتری روی توپ بیارن. هنوز فرصت از بین نرفته. باز هم در میانه میدان تیم هما جلو کشیده. فضای پشت مدافعین خالی شده. اونا میخوان گل بزنن و تیم وولز دائما داره از فضای پشت مدافع استفاده میکنه. تک به تک تیر دروازه و دوباره گل اینجا زده میشه و چه کار 3-0 میشه. دقیقه 62 مسابقه در شرایطی که تیم هما دائم داره فشار میاره تا گل خورده رو جبران بکنه. تیم وولفز هستش که هوشمندانه حرکت میکنه از فضای پشت مدافعین و میاد و گل سوم رو هم به ثمر میرسونه.
کار سخت میشه. دفاع هما شکننده نشون داده. محمد دهقان برای حمیدرضا صدر، باز هم توپ از دست میره، باید سریع فشار رو بیارن. حیدر بدر رو توپ میبره به جناح راست. چمن مسابقه هم واقعا چمن بی‌کیفیتی، حتی به سختی میشه توپ روش جلو برد. حیدر تیر دروازه. کورنر برای هما از جناح چپ بعد روی دروازه وولز ارسال بشه. ببینیم کورنر چگونه ارسال میشه. کورنر بلند به تیر دوم توی دروازه. محمد دهقان هستش که با یک ضربه سر فوق‌العاده دروازه وولز رو باز میکنه و نتیجه کار رو 3-1 میکنه. فوق‌العاده خوب کورنر رو ارسال کرد روی تیر دوم و محمد دهقان موفق میشه که با یک ضربه سر دیدنی دروازه وولز رو باز کنه. امید به اردوی هما برمیگرده. 65 دقیقه از مسابقه گذشته اون توپ بلند ارسال میشه. امیر مومنپور سعی میکنه فشار بذاره. حالا رامتین در مصاف بازیکن تیم وولز. المان هستش که توپو میاد دفع میکنه به صورت ناقص. باز هم وولز فشار میاره، یک ارسال و توپ در اختیار امیر دروی قرار میگیره. سریع چپ شروع میکنه با امید جعفری، میبره برای امیر مومنپور. ببینیم که امیر کدوم ور رو انتخاب میکنه. سویچ عالی از منطقه بازی. حالا احمد سعیدی جلو میره، سمت چپ رو داره. حیدر بدر رو انتخاب میکنه. حیدر آماده، میتونه توپو ارسال بکنه، میچرخه ارسال. فرصت برای محمد دهقانپور. اعتقاد به خطای هند پنالتی داره اما داور اعتقاد به این قضیه نداره. یک بار دیگه ضربه ایستگاهی از جناح راست روی دروازه تیم وولز باید ارسال بشه. این ضربه ایستگاهی رو حیدر بدر رو ارسال میکنه. فرصت برای بازیکنان هما، یه ضربه سر. اما نه، داور خطای امید جعفری رو اعلام کرد. چه فرصتی بود. میتونستن که روی این توپ گل رو بزنن. باز هم در ادامه کار بازیکنان وولز هستش از جناح چپ طراحی حمله دارن. تو سر توپ میزنه ارسال. عالی جمع میکنه امیر دروی. خیلی خوب کار کرد در این بازی علیرغم اینکه 3 گل دریافت کرده تا به اینجای کار. اما در ادامه کار ببینیم چه کار خواهند کرد. در میانه میدان باز هم بازیکنان وولز صاحب توپ هستن، میبرن به جناح راست. فرصت برای بازیکن وولز، یک ضربه. امیر دروی جمع میکنه. امید جعفری به دنبال توپ. احمد سعیدی رو کنار خط داره. Hi, would you like to introduce yourself? Hi, I'm Roland, the player of the game. So, which team do you play for? Westboro Wolves. Sounds good. So, how was the game? It was a great game, tough game. We had some good battles. Both teams played pretty well. First game of the season, and it was a good game. It was a good game. Yeah, you mentioned that it was the first game of the season, and there were lots of pressure on the players. How was it? You know, players have lots of pressure usually, but you know, that's when you need the biggest players to show up, and that's why you know we the biggest players on the team made it happen today, and that's what we needed to do. Everyone came to play, and we played as a unit. And your team played very well. You did it on the first half. You scored very soon. How was your feeling when you scored? Yeah, Gino, he put a quick goal in for us, which changed the game completely for us. Got us going early on, took off some pressure, and the rest just, you know, the game flowed. The flow kept going for us right there. Awesome. Okay. Good luck with your season. Thank you. Cheers. Have a good one. Thank you. Hi. Would you like to introduce yourself? Well, yeah, it's Adabel Rabi, player with FC Oma. Today we're playing against FC Wolf, Westboro Wolf. It was a good game, it's a tough game. We lose, but it's a football. How was your feeling? It was the first game, lots of pressure on the team, and we lost the first game. How was your feeling? It's a bad feeling, but we back again. It's our first game, so
we try our best to back. And it's a good game. It's good. I like it. Awesome. As the first game. Thank you so much. Good luck with the season. Yeah, thank you all staff. Thank you.